سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به سایبر پچ، به یه ویدیو دیگه. خب بعد از این هم مدتی که نشد تو چنلم ویدیو بذارم به دلایلی که وجود داشت. حالا خب مثلا اولین دلیلش این بود که من تلفنم خراب شد و دیگه نتونستم باش ویدیو ضبط کنم و بعد خب یه مدت مکس کردم ببینم که چی میشه، میتونم آیا تلفن دیگه تهیه کنم یا نه. امروز اومدم گفتم اینترنت یه چکی بکنم، اومدم تو برنامه خود کامپیوتر یه لحظه گشتم ببینم که چه برنامه‌ای دارم، یه خود خودم سرگرم کنم. مثلا روی یه لوگو کار میکردم، یه لوگو میخواستم درست کنم که این مثلا یهو خوابم برد، اصلا نمیدونم چی شد و بعد که اومدم بیرون یه خورده گشتم برنامه‌ای که قبلا نگاه میکردم و داشتم تو کامپیوترم باز کردم و یهو اومدم روی این قسمت، روی این برنامه مهدویت بچه‌ها و این متن یهو توجه همو جلب کرد. گفتم بشینم بخونیم با هم، خوندمش و بعد گفتم جالبه، چیز جالبیه، بذارم توی چنل که بچه هم بتونم ازش استفاده کنن. و خب جالبه بچه این که اینجا نوشته هنگامی که قائم خروج می کند کسی که به نظر خودش از اهل این کار بود از این کار بیرون می رود. یعنی چی؟ یعنی چی؟ منی که مثلا بچه شیعه هم مسلمونم، این همه منتظر بودم دعا کن اللهم عجل ولیک الفرج و فلان بیستار، یهو روزی که ظهور اتفاق میفته من کافر میشم؟ یعنی برخلاف چیزی که همیشه منتظرش بودم عمل میکنم. این خطرناکه و چی باعث میشه که من این کار رو مثلا در آینده قرار انجام بدم، مخالفت کنم. و بعدش نوشته کسی که مانند پرستندگان آفتاب و ماه است، کسی که ماه و خورشید رو میپرستیده اصلا یک تا پرست نبوده، کسی که اصلا امام زمانش رو نمیشناخته، بعد از این که ظهور اتفاق میفته در این کار داخل میشود. یعنی میره پشت امام زمان وای میسته، یعنی مسلمان میشه، شیعه میشه، حالا هر چیزی. عجیبه برام که مثلا چرا همچین اتفاقی باید بیفته. کسی که کافره، کسی که هندوه، نمیدونم بودایی البته یه سری مدارکی موجوده که بودایی ها همشون هم در زمانهای قدیم، اون زمان که خود بودا بوده، اصلا اینا موحد بودن. اصلا الان هم نمیدونم آیا کافر حساب میشن یا موحد، ولی یه همچین داستانی دارن که اونم حتما اگه از این همچین ویدیوی خوشتون اومد من اونم براتون میذارم. مثل داستان چیز میمونه، اگه یادتون باشه داستان اون زمانی که تازه اسلام ظهور کرده بود، میگفتن یهودی ها اومده بودن توی شهر مدینه و اونجا سالها منتظر بودن که اینجا یه پیامبری قرار ظهور کنه و خب میدونستن دیگه، اون تو کتاب هاشون اومده بود، تو کتاب تورات همین الان هم برین هست، ببینید هست، پیدا میشه یه آثاری اونجا نوشته بوده که آقا توی عربستان پیغمبری قرار ظهور کنه و باید منتظر اون پیغمبر باشیم. ولی زمانی که ظهور کرد، یعنی حضرت محمد ظهور کرد، اینا باش مخالفت کردن. خب الان چه تضمینی وجود داره که ما مثلا الان مسلمون هستیم، شیعه هستیم، قرآن داریم، حدیث داریم، این همه راجع به مهدی و ظهور و اتفاقاتی که قرار بیفته صحبت میشه، ولی یهو میبینیم مثلا زمانی که ظهور اتفاق میفته همه ما یهو ورق بر میگرده، تغییر میکنیم. این چه اتفاقیه که مثلا همه چی رو تغییر میده؟ چرا باید تغییر بده؟ مثلا ما چه اتفاقی افتاده که ما تغییر میکنیم؟ من پانویس. خب این تو جاهای مختلف، تو کتابهای مختلف نقل شده.
این کتاب مثلا کتاب غیبت نعمانیه و مال سال 1360 هجری قمری. میشه یکی از دوران مهم تاریخ. در این سال سلطان محمود غزنوی به دنیا آمد. در سالی که سلطان محمود غزنوی به دنیا آمده این شخص فوت کرده. بذار ببینم، وفات کرده. گفت تاریخ وفات پیداورنده، یعنی این سلطان محمود غزنوی سال 360 هجری قمری به دنیا اومده. این شخص خودش فکر کنم مثلا چند سالش بوده من نمیدونم، اینجا ننوشته، ولی خب مال اون زمانه. خب توی من برام جالبه که بشینم تک تک این راجع به این چیزای ویدیو بسازم، بشینیم با هم دیگه نگاه کنیم. خب کجاش بده؟ مثلا من حالا ویدیو گیم میذارم، بغلش هم از این ویدیو بذارم. و این برنامه‌ای هم که بچه من دارم ازش استفاده میکنم مال نوره، یعنی برنامه از یه چی میگن، من از یه وبسایت این دانلود کردم، مال برنامه مال مهدویت. کلا کتاب هایی که راجع به مهدویت در طول تاریخ اومده، از قدیمی ها تا جدید ها، همه رو آوردن توی این برنامه فهرست کردن. و خب من برای اینکه خب بالاخره ما مسلمانیم، بچه شیعه‌ایم و باید تحقیقات هم انجام بدیم، حتی از این سری چیزا اعتقاداتمون سر در بیاریم. خب من این برنامه رو دانلود کردم و عجیبه برام که این برنامه، نگاه کنین، این کادر این برنامه است. چرا این برنامه بزرگتر نه؟ مثلا کادرش کامل نیست. این یکم شاید به خاطر این سیستم یا لپتاپی که من دارم این کشش نداره، برنامه کشش نداره. و الا خب ویندوز من ویندوز 11 فکر کنم. به هر حال بچه دمتون گرم که تا الان همراه هم بودید. نظراتتون راجعش بنویسید برام. به نظرتون اون چیه که باعث میشه مثلا مسلمان ها همین الان ببینید قوقاشون همه جا رو گرفته، یهو مثلا میبینید که امام زمانشون ظهور میکنه و اینا همشون میزنن زیرش. اصلا کسی دیگه رو نمیخوایم اصلا مثال بزنیم، خودمون. آقا منی که نماز نمیخونم ولی نسبت به یک اعتقادات بعضی از اعتقادات خودم پایبندم، چی میشه که مثلا یهو دیگه نسبت بهش پایبند نمیشم؟ خب این برام جالب بود، گفتم ویدیوشو بذارم براتون بچه توی چنل، حالا واسه شروع تا ببینیم که کارمون به کجا میرسه. با بخش گیمینگ میریم جلو یا با بخشی که یه مطلبی پیش بیاد برامون بذاریم تو چنل، مطلب خیلی مهم یا مطلبی که محتوا توش باشه. یعنی خب گیمینگ چیزیه که درسته خوش میگذره، کسب درآمدم بعد یه زمانی ممکن آدم داشته باشه، اما هدفش چیه؟ فقط خوشگذرونی؟ و من به نظرم خوشگذرونی همه چیز نیست و باید کار مفید توش باشه، یعنی منفعتی هم توش برای بیننده داشته باشه. بیایم درست از فرصت و از امکاناتی که داریم استفاده کنیم. دمتون گرم بچه‌ها، حتما نظراتتون رو برام بنویسید و ممنون از اینکه تا الان با هم بودید. اصلا یادم رفت بگم که من این چند وقت کجا بودم. این چند وقت اصلا حال خوبی نداشتم بچه‌ها، تلفن موبایلم خراب شده بود و نمیتونستم باش ویدیو بگیرم و خب توی فکر افتادم که بدون تصویر آقا بیا ویدیو بگیر دیگه، چه کاریه. ولی خب نه، اوضاع اون موقع جوری بود که وقتی من میشستم کانال رو آنالیز میکردم، ویدیو رو آنالیز میکردم، میدیدم که اصلا هیچ روحیم به هم ریخته بود. یعنی فکر میکردم کاری که میکنم اصلا بیفایده است. هر سری من ویدیو بذارم، آقا فرض بر این بگیرید که چنل ما به درآمد هم رسید،
و ما تونستیم بالاخره از طریق چنل درآمد کسب کنیم. باشه، خب چه فایده ای به اون مخاطبی که میشنه ویدیوهای تو رو میبینه جدا از اون سرگرمی؟ خب سرگرمی میتونه خودش بره این بازی کنه سرگرم بشه، یا اگه امکاناتشو نداره میتونه از یه جا دیگه نگاه کنه. و خب چرا نباید سرگرمی بهتری باشه تا اینکه گیم بذاریم؟ یا من مخالف گیم نیستم بچه، من خودم پلی استیشن دارم، من خودم این همه خرج کردم واسه اینکه بازی های مختلف گرفتم، بازی میکنم، وقت میذارم، ولی اینجوری نه که دیگه چنلمو فقط اختصاص بدم واسه گیم و سرگرمی. ممنونم بچه ها از اینکه وقت گذاشتید ویدیو رو تماشا کردید، دمتون گرم. خب این چنل یه چیزیه که هر کسی میتونه چنل اختصاصی خودش رو داشته باشه. به اسم بعضیا میبینید به اسم خودشون یه چنل میزنن، میگن اینجا مثلا چنل فلانیه، اسم خودش رو میذاره روی چنلش و خب هر محتوایی هم که دوست داره میذاره. خب اینجا هم چنل منه و من دوست دارم که اون مخاطبی که میاد توی چنل من محتوای سرگرمی هم بتونه ببینه، محتوای مفید هم بتونه ببینه، و اینکه ببینم در نهایت مثلا اون عده از کسانی که چنل و ویدیوهای من دنبال میکنن به کدوم ویدیوها بیشتر علاقه دارن که بیشتر رو همون. و سلیقه من اینه که هم بازی میکنم، هم تحقیق میکنم، همه چی نگاه میکنم. یعنی آدم اینجوری نیستش که 24 ساعت توی یک روز، یک هفته، یک ماه فقط یک نوع ویدیو نگاه بکنه، همه چی نگاه میکنه. پس چنل هم باید به نظر من اینجوری باشه و همه چی توش باشه. دمتون گرم بچه، اگه خوشتون اومد حتما لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره بچه، و دمتون گرم که تا الان با هم بودین. مراقب خودتون باشین تا ویدیوی بعد. خدا نگهدار.